به نام خداوند بخشنده مهربان یک حکایه را براتون نقل میکنم امروز. میگن دو برادر مادری پیر و بیمار داشتند. این دو برادر با یکدیگر عهد میکنند که یکی در خدمت دین خدا مشغول میشود و دیگری در خدمت پدر و مادر میماند. به همین خاطر یکی از این برادرها میرود بر گوشه از گوشه های مسجد می نشیند و شروع میکند به عبادت کردن و به تعلیم دین گرفتن. برادری دومی باشد به نگاه بینی مادری بیمارشان میپردازد. از بین مدت ها میگذرد و این برادر دومی روز تا روز حتی وقتی همصحبت شدن با رفیقانش رو نیز از دست میدهد، چون که تا رفت احتیاجات مادرش زیاد میشود و این لازم است برای این برادر که در نزد مادرش ماند و خدمت مادرش را کند. اما برادری بزرگی که در گوشه مسجد نشسته به عبادت مشغول بود، تا رفت شخصیت معروف و مشهور می شود. آوازش در شهر پهن می شود و از گوشه و کنار شهر، از مکانهای دور عالمان و عارفان، دانشمندان و شخصیت های بزرگ به دیداربینی این برادرش می آیند. آهسته آهسته این برادر به خود غرور می کند، الکی از خود رفتن رو شروع می کند گوییم. چون که ما میدونیم که هر کجا که اگر شهرت پیدا شد، این شهرت مانند روغن است که علنگه آتش نفس را باز زیادتر میکند و انسان را، غرور انسان را زیادتر میکند. بنابراین این برادر بزرگی کبر کرد و غرور کرد و به خود اندیشید، گفت من از برادر خوردیم انسانی بهتر هستم، خوبتر هستم، چون که من به خدمت پروردگار مشغول هستم، به خدمت دین خدا و خدمت خدا مشغول هستم و برادرم در خدمت بنده خدا است، یعنی در خدمت مادرم هست. بنابراین من از وی بهتر و خوبتر هستم. چون همین فکر را از سر گذرانید، شب خواب دید. در خواب دید که در محضر خداوندی حاضر شده است و خداوند به او خطاب کرده میگوید که ای بنده، تو گناهی بسیار انجام دادی، تو گناهی بزرگ را انجام دادی، گناهی کبیره کردی. این بنده بسیار زارا و تولا میکند، پروردگارا ببخش، من خطا کردم گفته التجا میکند. از جانب خداوند یک فرمان میآید که ای بنده، من تو را بخشیدم، اما به خاطر همون برادرت بخشیدم تو را. این انسان حیران میشود، برادر بزرگی حیران میشود، میگه پروردگارا چگونه مرا به خاطر برادرم میبخشی، در حالی که من به خدمت تو مشغول بودم، من در خدمت تو بودم، اینقدر سال من عبادت کردم، اینقدر سال من تعلیم دین دادم، این کارها رو من کردم، من از برادرم بهتر و خوبتر نیستم؟ مگر چرا مرا به خاطر برادرم میبخشید؟ و از خداوند جواب میآید که ای بندم، بله من تو رو به خاطر برادرت بخشیدم، چون که عملی برادرت، کاری که برادرت انجام میدهد در نزد من عزیزتر و محبوبتر است. چون که تو خدمتی ذاتی را میکنی که او ذات به تو احتیاج ندارد، به خدمتی تو احتیاج ندارد. اگر تو عبادت کنی نکنی، خداوند به عبادتی تو احتیاج ندارد. اما برادری تو خدمت یک نفری را میکند که او به خدمت اون برادرت احتیاج دارد. اگر برادرت نباشد، مادرت زیاد عذاب میکشد. بنابراین عملی که برادری تو انجام میدهد در نزد من عزیزتر و محبوبتر است و به همون خاطر تو را به خاطر برادرت بخشیدم. ولی دوستانی عزیز، حکایه نکته های آموختنی زیاد دارد. خدای نکرده این گمان غلط یا اینکه برداشت غلط نکنیم که عبادت خداوند هیچ ارزش و قیمتی ندارد. عبادت خداوند در جای خودش این یک مسئله دیگر است. اما نکته مهمی که باید ما آموزیم از این حکایه این است که خدمت بندگان خدا را کردن چقدر اجر و ثواب دارد. کاری کردن که به منفعت مردم قرار گیرد در نزد خداوند چقدر اجر دارد و چقدر ارزش دارد. در سوره رعد آیه 17 خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض صدق الله العظیم. معنی آیت چنین است که فاما الزبد فيذهب جفاء، کفک بحر یا همون خفی بالای آب پس از بین می رود، نابود می شود. یعنی حیات دنیوی ما
این عمل هایی که ما در دنیا انجام میدهیم به خاطر همین دنیامون انجام میدهیم، به مانند خوردن و پوشیدن و نمیدونم این ماشین ها و این قصرهای ما، اینها همشون به مانند همون خف بحر هست که بالای بحر چند مدت میماند، یک مدتی کوتاه است و بعدا از بین میرود، همین قدر و قیمت دارد. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما آن چیزی که به منفعت مردم است و بعد از سری تو مردم از آن استفاده میبرند، در روی زمین باقی میماند و آن همچون خب صدقه جاریه در نامه اعمال تو ثبت کرده می شود و ثواب به نامه اعمال تو را بعد از رفتن هم حتی نوشته می شود. خداوند در این آیه کریمه مثال میزند حیات دنیوی ما رو، یعنی کارهایی که در دنیا به خاطر خودمون انجام میدهیم، گفتیم به مانند خوردن و نوشیدن های ما، و کارهایی را که به خاطر منفعت جامعه انجام میدهیم. این دو مثال را برای ما میارد و ما را خب تذکر میدهد که شما اندیشه کنید که اینها از یکدیگر چه فرق دارند. یکی مانند همان کف که بالای آب از بین زود میرود، نابود میشود، و دیگری باقی میماند. ولی در حقیقت چنین است، چون که تا حال آیا ما شنیده ایم که یک نفر وفات کند و مردم گویند که بسیار آدم خوب بود، بسیار خوراک های با مزه میخورد برای خودش؟ هیچ کس این گپ نمیگد. یا اینکه تا حال شنیده ایم که یک نفر وفات کند و مردم تعریف کنند بگن که بسیار آدم خوب بود، قصر زیبا ماند رفت؟ این گونه هیچ کس تعریف نمیکند، بلکه یک خردترین عمل خیری که کرده باشیم و به منفعت مردم مانده باشد، همون است که مردم یاد اون میکنند و در حق ما دعای خیر میکنند. یک حدیث دیگری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که حضرت ابو هریره روایت میکند. میگوید حضرت ابو هریره میگوید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. یعنی هر کسی که یک مشکلات دنیوی مؤمن را حل میکند، خداوند مشکل از مشکلات های اخروی این بنده را در روز قیامت حل میکند. و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. و هر نفری که بر یک مشکل زده، بر یک کار افتاده آسانی می آورد، خداوند در دنیا و در آخرت برای این بنده آسانی می آورد، در حساب و کتاب نامه اعمالش آسانی می آورد. خب و من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. و هر نفری که در این دنیا عیب یک برادرش را میپوشاند، خداوند در آخرت عیب این بنده را میپوشاند. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. و خداوند در فکری کمک دستگیری، در پی کمک دستگیری همان بنده ایش هست که آن بنده در پی کمک دستگیری یک برادر دیگرش باشد. یعنی دنیا همین شکل است که اگر ما امروز به بندگان خداوند خب کمک دستگیری کنیم، البته خداوند به کمک دستگیری ما خب میرسد و ما را در روزی که هیچ چیز منفعت ندارد برای ما، نه پدر و مادر، نه مال و ملک، نه زر و زیور، هیچ چیز منفعت ندارد و تنها خب رحمت پروردگار است و شفاعت حبیبش هست که ما را از عذاب جهنم میرهاند. ما را خداوند در اون روز انشاءالله کمک و دستگیری میکند. این خب فضیلتی دستگیری کردن و دستی کمک دراز کردن به برادر مؤمنت است که در حدیث ها و آیت ها مشاهده کردیم. سعدی شیرازی به همین معنا بسیار یک سخن شعر خوب دارد و میگوید که خب عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. یعنی همین خدمت خلق کردن هم عبادت است. خدمت خلق کردن هم یک نوعی خب رضاگی خداوند را به دست آوردن است. میگد تنها به تسبیح و سجاده و اون جامه و صله و کله نیست. یعنی شما گمان کنید که رضاگی خداوند را تنها در وقت رضاگی خداوند را تنها با واسطه خب تسبیح و جای نماز و نمیدونم جامه و جیلک این چیزا به دست میارید، این غلط است. بلکه رضاگی خداوند بسیار هم وسیع است. خب در یک حدیث دیگر میفرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که خب راههای رسیدن به رضاگی خداوند به مانند نفس‌های یا به اندازه نفس‌های انسان‌ها است.
پس یعنی بیشمار بودن راههای رضاگی خداوند را از این حدیث ما میفهمیم. ممکن است یک بنده خب یک کوچکترین خیری که کوچکترین دستگیری که نسبت یک برادر مؤمنش میکند، همین سبب شود، سبب رضاگی پروردگارش را به دست آوردن شود و خداوند او را عفو و بخشش کند و داخل جنت وارد کند. ولی دوستان عزیز، در این روزهای سخت که مردم ما قرار دارند، انشاءالله در فرهنگ تاجیکی و دینی ما هست که ما یکدیگر را هیچگاه تنها نمیگذاریم. بنابراین این فرصت را غنیمت شماریم و در فکری کمک و دستگیری یکدیگر باشیم و باشد که خداوند ما را رحمت و مغفرت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.